قرغزستان از ترکیه درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین تمغه انقو خریده است که آنها میتوانند در بلندی بیش از 9 کیلومتر پرواز کنند. در این باره روز 7 ینور سال 2023 در فیسبوک مدیر شعبه سیاست اطلاعات دستگاه پرزیدنت قرغزستان دایربک اورونبکوف خبر داد. او می نویسد قرغزستان تکنیک حربی معاصر قبلا گوش نشانید مدافع ضد هوایی بایرقدار، اوقسونغور، اوقینچی و انقو خریده به کشور وارد کرد. اورونبکوف تعداد این هواپیماهای بی‌سرنشین از جنوب قرغزستان خریده‌اش را نگفت، ولی خبر داد که برای خریداری این اسلحه معاصر از جمله پول‌های را صرف کردند که از حساب قطع پرداخت مکافات 3 ماهه به کارمندان دولتی سفربر شده بود. اورونبکوف به این دلیل از کارمندان دولتی خواست که اگر مکافات نگرفتند از رئیسان خود خفه نشوند، چون که این پول‌ها برای تقویت اقتدار مدافع مملکت روانه شدند. مقامات قرغزستان قبلا هم خبر داده بودند که از ترکیه هواپیماهای بی‌سرنشین تمغه بایرقدار، اوقسونغور و اوقینچی خریده در اختیار نیروهای مرزبانی گذاشتند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان قمچیبک توشیف گفته بود که این درون‌ها اساساً به ولایت با تاجیکستان هم مرز بادکند فرستاده می‌شوند. هواپیماهای بی‌سرنشین انقو که از نسل نو درون‌ها به شما رفته، طول قناتشان 17.5 متر، درازی 8.6 متر و بلندیش 3.2 متر است. وزن این درون 1.7 تن بوده. آن میتواند تا 350 کیلو بار بگیرد و تا 30 ساعت پرواز کند. سرعت حرکت انقو 200 کیلومتر در یک ساعت بوده. آن میتواند در بلندی بیش از 9 کیلومتر پرواز کند. در جریان مناقشه خونین ماه سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرغزستان که بیش از 140 کشته و 750 زخمی به جا گذاشت، قرغزستان به طور فعالانه از درون‌هایی که از ترکیه خریده است استفاده برد. دست کم 2 حمله پرقربانی به انشاءات ملکی، به یک مکتب و یک مسجد در جامعه افشقلچه نویه باباجان غفوروف که باعث هلاکت 18 ساکن ملکی شد، از جانب قرغزستان با هواپیماهای بی‌سرنشین انجام شده بود.